روزی یک پست لینکدین و فیسبوک با استفاده از اطلاعات گوگل ترند تولید و منتشر کن. هر روز رنک کیورد هامو آنالیز کن و یک گزارش دقیق بهم بده. همه اینها فقط با نوشتن یک پرامپت ممکن شد. اسم این ابزار جذاب تولید اتوماسیون N8N چت. عدد 9 رو این زیر دروغ دوستان. 3000 نفر زیر این پست بنده خدا عددو کامنت کرده بودن که آموزش دریافت بکنن، ولی هیچ موقع نمیتونن انجام بدن. شما این زمان که میخوای این کارو انجام بدی میگه آقا یه API کی باید وارد بکنی. اونو که وارد میکنی میگه your organization must be verified. بعدش میخوای بری وریفای بشی، یکی از کارش اینه که کردیت کارت داشته باشی. خب ما ایرانی‌ها نداریم، همینجا میمونیم، میافتیم تو دردسر. بعد طرف این مراحل رو میره میبینه نه نشد، بعد نتیجه گیری میکنه که تمام این آموزش های اینستاگرام و کلا هوش مصنوعی همش چرته، ولش کن. اینه همش با N8N این کارو بکن تو 3 دقیقه، تو 5 دقیقه اون کارو بکن. نه دوستان، اصلا اینجوری نیست. N8N اتفاقا کار کردن باش سخته، تخصص میخواد و اصلا این چیزایی که به شما آموزش میدن نیست. من خودم هم هر چیزی که آموزش بدم بگم با N8N فلان کارو بکن، خودم انجام میدم. چیزی که بلد نباشم به شما نمیگم.